23مین دور جشنواره ادبی جهانی برلین، حضور نویسندگان افغانستان، نویسندگان مشهور جهان از 4 قاره، از سلمان رشدی بریتانیایی و ماکسیم بیلر امریکایی تا نوید کرمانی نویسنده ایرانی در برلین حضور داشتند تا یکی از بزرگترین رخدادهای ادبی جهان را رقم بزنند. این جشنواره که برای 10 روز ادامه داشت، یکی از شب‌های آن را به نام افغانستان کردند که نویسندگانش در کشورهای متفاوت جهان در تبعیدند و حاکمانش گلوی قلم را با تیغ افراطیت بریدند. خب جشنواره ادبی برلین یا ELB به آلمانی اینترنشنال لیتراتور فستیوال برلین جشنواره جهانی است، بین‌المللی است که در برلین همه ساله برگزار میشه. از سال 2000 به طرف از 40 کشور ما نویسنده، مترجم و ناشر دعوت کردیم به برلین. در این جشنواره سیامک هروی نویسنده رمان دختران تالی و 4 فصل سقوط، همیرا قادری نویسنده رقص در مسجد حضور پیدا کردند و با روایات داستانی حقایق غیر رسانه‌ای اما تلخ افغانستان را بیان داشتند. لباسهایم را از تنم بیرون می کند و مرا می خواباند، چشمانم را می بندد، مثل همیشه توان نگاه کردن به او را می دارد. سیامک هروی از رمان 4 فصل سقوط گفت، کتابی که 4 فصل سقوط افغانستان را پیش از اتفاق پیش بینی کرده بود. ولی من لورا گوش اگر زنده باشه پیشنهاد تازه دارم. من کتاب نوشتم به نام 4 فصل سقوط. از اون میخوایم این کتاب بالا کنه بگه مردم ما از افغانستان بیرون شدیم، این کتاب بخونیم که ما در افغانستان چی گند هستیم. این کتاب بر اساس داستان واقعی دخترای افغانستان نوشته شده و از این خاطر تکان دهنده است. من امروز حتی وقتی در محفل بخش از این کتاب میخواندن هشدار دادم که ممکن است کسایی که توان شنیدن صحنه دلخراش یا روایت دلخراش نداشته باشند به اونا خوشایند نباشه. هیچ مرزی بین ادبیات و سیاست نیست. نام دیگر ادبیات سیاست است. همیرا قادری وضعیت زنان را برای مخاطبین خویش شرح داد و از رمان رقص در مسجد خواند. برای همین آن روزها هم از آسمان روی سرم می‌ترسیدم، هم از زمین زیر پایم. مادر بزرگ معتقد بود که یکی از سخت‌ترین کارهایی که خداوند متعال بر عهده ما دختران گذاشته دختر بودن است. برای همین در کودکی نمیخواستم دختر باشم، حتی نمیخواستم عروسک‌هایم دختر باشم. بعضی از منتقدین ادبی به این باورند که شرکت کردن نویسندگان افغانستان در این جشنواره نمایانگر جهانی شدن ادبیات افغانستان است. ما میفهمیم که بعد از تحولات اوکراین افغانستان تقریبا داستان فراموش شده هست یا به نوعی مردم میخواهند به عمد فراموشش کنند. در این بین جشنواره‌های اینچنینی هم باعث قوت قلب ما افغان‌هایی است که بیرون شدیم از افغانستان و در یک حالت غربت و سردرگمی به سر میبریم، باعث دلخوشی است. باور کنید خود نام این جشنواره داستان‌های از کابل مرا از امریکا تا اینجا کشانده. همون خودش باعث اعتماد به نفس دوباره من نویسنده سرگردان و غربت‌زده امریکاست. شب برای کابل با استقبال غیر قابل پیش بینی شده مواجه شد و بالاخره با جشن امضای این دو نویسنده افغانستان به پایان رسید. نصیر ندیم، برلین.